سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. من روبرت آسریان هستم و خوشحالیم که در مجموعه از پادکست هایی که در مورد اصالت و اعتبار تاریخی اناجیل چهارگانه خواهد بود و همراهی برادر عزیز مهرداد فاتحی خدمت شما عزیزان خواهیم بود و از شما دعوت میکنم که یک ساعت آینده همراه ما باشید. انسان مدرن یه جورایی تونست خودش از یک سری چیزایی که واقعا شاید چیزای خرافی بود آزاد بکنه، پس اینا مثبته. ولی خب همیشه این واکنش ها میتونه به یک به اصطلاح نقطه افراطی کشیده بشه، یعنی نقد سنت تبدیل به سنت ستیزی شد به یک معنا. بله دقیقاً، یعنی هر چه که از سنت باشه انگار که مظنون است و مشکوک است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. سوالتون درباره در واقع بینام بودن اناجیل هست. این خیلی خیلی موضوع مهمیه، چون اگر ما بپذیریم که این عنوان‌ها اتفاقاً مربوط به همون نسخه اول هستن، پس اینجا ما میدونیم که نویسنده های این اناجیل چی هستن. خب بعد مرداد روزهای میلاد مسیحه و روزهایی است که مرتب اناجیل در کلیساها خوانده میشه، مخصوصا قسمت‌های مربوط به تولد خداوند ما عیسی مسیح. ما فکر کردیم فرصت رو مغتنم بشمریم و سلسله برنامه‌هایی داشته باشیم در مورد اناجیل، اینکه چقدر اناجیل از نظر تاریخی دقیق هستن، چه منابع تاریخی در ارتباط با عیسی مسیح وجود داره و کلاً در مورد وثاقت تاریخی اناجیل مباحثی رو مطرح بکنیم، مخصوصاً اینکه در ماه‌های اخیر در برخی از شبکه‌های اجتماعی مباحثی در این موضوع در این مورد مطرح شد که شک و شبهاتی رو در ذهن خیلی از مسیحیان فارسی زبان به وجود آورد و فکر کردیم شاید بد نباشه ما سلسله برنامه‌ای داشته باشیم که به این موضوع بسیار مهم بپردازیم و با توجه به اینکه شما هم تخصصتون به طور خاص مطالعات عهد جدید هست، دکتراتون رو در این زمینه گرفتید، سالها در زمینه منابع تاریخی در مورد عیسی و اناجیل مطالعات خیلی گسترده‌ای داشتید، تدریس کردید در این زمینه و حتی در BBC فارسی در برنامه پرگار برنامه‌ای داشتید در ارتباط با عیسی تاریخی و مباحث مربوطه. فکر کردیم بهترین شخص هستید برای اینکه به این موضوعات بپردازید. مباحث خیلی زیاد هست، ما سوالاتی رو آماده کردیم، من برخی سوالات رو نوشتم و فکر کردم یکی یکی به این سوالات بپردازیم و اولین سوال من این است که به عنوان سوال مقدماتی آیا ممکنه که در مورد مطالعات آکادمیک در مورد اینکه ما از نظر تاریخی چقدر مطمئن هستیم که اناجیلی که الان داریم از نظر تاریخی معتبر هستند و در مورد زندگی عیسی باز چه منابع تاریخی در دسترس ما هست، چه دیدگاه‌هایی در این موضوعات در بین انجیل پژوهان و دانشمندان کتاب مقدس وجود داره و آیا بین این محققین اتفاق نظر هست یا نه اجماع عام وجود نداره، اختلاف نظر هست و اگر اختلاف نظر هست این موضوع به چه دلیل هست؟ کلا اگر یک مقدمه کلی به ما بگید خیلی ممنون میشم. البته بله مرسی. حقیقتا هم که این موضوع خیلی مهمی هست و خوب هست که ما یک بررسی خوبی درباره اناجیل داشته باشیم و چه وقتی واقعا بهتر از روزهای میلاد مسیح که همه ما از این اناجیل میخونیم. بله خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید و خوبه که ما با همین موضوع شروع کنیم، چون که خب خیلی وقتی که درباره موضوع مطالعات تاریخی درباره عیسی یا درباره اناجیل صحبت میشه میشنویم که دانشمندان اینطور میگن یا دانشمندان اونطور میگن و خب کسی که میشنوه اینها رو فکر میکنه که خب پس ببین اگر دانشمندان یه چیزی رو میگن پس دیگه حتما یه همین هست و دانشمندان حتما یک نظر ثابت یا یک اجماع عام میدارن درباره این موضوع. پس سوال خیلی خوبی هست. واقعیت این هست که چنین نیست. واقعیت این هست که در این رشته در ارتباط با به اصطلاح موضوع بررسی تاریخی زندگی عیسی و همینطور اناجیل و به طور کلی درباره تاریخ، اگر ما بخوایم راجع به تاریخ صحبت بکنیم، یک اجماع عام، یک به اصطلاح
اینکه یک نظر واحد رو همه قبول داشته باشن واقعیت وجود نداره و در این رشته مخصوصاً این به اصطلاح اختلاف نظرها و تفاوت‌ها بیشتر هم هست. حالا من به بعضی از دلایلی که چرا اینطور هست میخوام اشاره بکنم. اول از اینکه خود موضوع بررسی، موضوع تحقیق ماهیتاً طوری هست که ما نمیتونیم درباره اون با اون دقت و با اون اطمینانی که مثلا درباره علوم دیگه، مثلا فرض بکنید راجع به ریاضیات یا راجع به چه میدونم فیزیک و شیمی یا حتی زیست شناسی، حالا هر چقدر که بریم به سمت زیست شناسی اینها باز اجماع شاید کمتر میشه، ولی به هر حال اینها علوم دقیقه هستند و ما وقتی که به عرصه تاریخ وارد میشیم، مخصوصا تاریخی که مثلا مثل تاریخی که ما الان باش سر و کار داریم مال مربوط به 2000 سال پیش میشه، وقایعی که 2000 سال پیش اتفاق افتاده، صحبت‌هایی که 2000 سال پیش شده و یک شکاف تاریخی، فرهنگی، زبانی یه بزرگ اینجا بین ما، بین مورخ، بین به هر حال دانشمندان و خود اون وقایع وجود داره. این خودش یک دلیل هست که در این قلمرو ما نمیتونیم با اون دقت ریاضیات دو تا میگن 4 تا میشه. واقعیت اینه که در این قلمرو بررسی های تاریخی مربوط به اناجیل واقعیت 2 تا 4 تا نمیشه. گاهی وقتا ممکنه محققین و دانشمندان به اصطلاح به نظریات مختلفی دست پیدا کنن. این یک دلیل هست که ماهیت خود موضوع، رشته تاریخ کلاً یقین و دقت این چنینی رو بر نمی داره و ما به اصطلاح بر نمی تابه و ما نمیتونیم این انتظار رو داشته باشیم. نکته دیگری که به اصطلاح من میتونم بهش اشاره کنم که مخصوصاً توی این رشته، یعنی مطالعه درباره عیسی و اناجیل، باز باعث تشتت آرا میشه و شاید تا حد زیادی کلاً درباره موضوعات مربوط به تاریخ این تفاوت نظرها وجود داره، تأثیر عمیق و گسترده مفروضات فلسفی ما هست. یعنی اون جهانبینی که ما با اون جهانبینی به سراغ داده های تاریخی میریم، به سراغ این نوشته ها میریم. دقت میکنید این مفروضات فلسفی، این جهانبینی که ما باهاش به این موضوعات نزدیک میشیم، تو این رشته تأثیرش بسیار شدیدتر هست، تأثیرش بسیار کارسازتر هست تا مثلا در ریاضی، تا مثلا در فیزیک، تا در شیمی مثلا. دقت میکنید مخصوصا وقتی که ما با موضوع مسائل مربوط به خدا در واقع سر و کار پیدا میکنیم، با شخصیتی مثل مسیح سر و کار پیدا میکنیم که وقتی شما نگاه میکنید به زندگیش میبینید مثلا میگم مسئله معجزات مسیح، شفاهای مسیح و چیزهایی که معجزاتی که به هر حال توی این اناجیل به مسیح نسبت داده شده و درباره اونها میخوانیم، خب اینها بلافاصله مسئله جهانبینی رو پیش میکشن. یعنی بسته به این که اون مورخ، بسته به این که اون دانشمند با چه مفروضات فلسفی نزدیک میشه، با چه جهانبینی نزدیک میشه به این داده ها، به نتایج متفاوتی میرسه. یعنی یک کسی که خب کاملا مثلا فرض بکنید یک جهانبینی لاییک داره، یک کسی که کاملا سکولار هست و اساساً به اصطلاح باوری نداره به این که اصلا ممکنه مثلا معجزه اتفاق بیفته، اصلا به وجود خدا قائل نیست. دقت میکنید؟ خب کسی که با این مفروضات بالاخره وارد عرصه مطالعات به اصطلاح مربوط به عیسی میشه، خب طبیعی هست که نسبت به اون داده ها یک به اصطلاح رویکرد متفاوتی رو اتخاذ میکنه و تعجبی هم نداره. یعنی ما نمیتونیم به اصطلاح انتظار دیگری داشته باشیم و طبعا کسی که با یک رویکرد مثلا فرض بکنید کسی که مثلا میگم، مثلا میخوام نمونه مثال بزنم، کسی که مسیح او رو شفا داده،
کسی که با مسیح در یک دوره از زندگیش رویارویی داشته، تجربه دینی داشته و به اصطلاح زندگی او را مسیح دگرگون کرده و او رو به عنوان خداوند خودش میشناسه، خب طبیعتاً تفاوت خواهد بود بین روی کرده یه همچین کسی با کسی که کاملا لایک هست، کاملا بی اعتقاد به خدا هست و ورود میکنه به یک قلمرویی که اصلا تار و پودش با اعتقاد به خدا عجین هست و اصلا شما اگر بخواید خدا رو اصلا از به اصطلاح اناجیل حذف بکنید، به کل دیگه شما دارید از همون ابتدا تصمیم خودتون رو در واقع گرفتید راجع به این که این اناجیل اصلا چه نوع به اصطلاح کتابایی هستن. پس این دیدگاه موضوع دوم هم اینجا به نظر من خیلی مهم هست و تاثیرگذار هست. بعد میتونم سوالی بکنم، پس نمیتونه کسی ادعا کنه که روش بررسی من در مورد اناجیل روش تاریخی کاملا ابجکتیو، عینی و علمی هست که مولای درزش نمیره، همه روش‌های دیگر بذارید کنار، تنها روشی که به نتیجه میرسه روش منه؟ یعنی یک دیدگاه ابجکتیو عینی خطا ناپذیر رو در مورد تحقیقات تاریخی نمیتونه کسی ادعا کنه. بله کاملا همینطور، مخصوصا وقتی که ما نزدیک میشیم به قلمروی مثل تاریخ. البته در مورد همه قلمروها امروزه، مخصوصا در دوره پسا مدرن، وقتی که ما داریم تفکر میکنیم، میدونیم که این نوع ابجکتیویته، این نوع عینیت، عینی باوری به اصطلاح یه مقدار خامندیشانه یه مقدار خامندیشانه واقعیت نداره. یعنی هیچ کس بدون بایاس نیست، هیچ کس بدون مفروضات فلسفی و جهانبینی نیست. در واقع نگرش پوزیتیویسم اوایل قرن 20 هست. یعنی در فیزیک مدرن هم همیشه این بحث هست که مشاهده‌گر همیشه موضع نگرشش تاثیر، حتی در فیزیک، در مطالعات مثلا فرض کنید ذرات اتمی، مشاهده‌گر همیشه فرضیاتش و نگرشش تاثیرگذارش، حتی در عرصه فیزیک. بله دقیقاً همینطوره. یعنی پس اگر در فیزیک ما میتونیم بگیم که نمیتونیم ما عامل اون به اصطلاح سوژه رو، اون فاعل شناسایی، اون آزمایش کننده رو نمیتونیم حذفش کنیم. اون بالاخره با یک سری مفروضاتی وارد این ماجرا میشه و بنابراین طبیعتاً ما نمیتونیم به این یک عینیت باوری خامندیشانه قائل باشیم. البته باید توجه داشته باشیم این به این معنی نیست که پس ما هیچ گونه عینیتی نداریم، پس هر کس هر چی که گفته و دیگه هیچ به اصطلاح ما نمیتونیم بین نظریات مختلف دست به یک داوری به اصطلاح معقول بزنیم. نه اینطور نیست. ما در دوره پسا مدرن امروز دیگه به اون عینی باوری خامندیشانه اعتقاد نداریم، ولی باور داریم که هر چقدر که ما آگاه تر بشیم به مفروضات فلسفی خودمون و به قول معروف از اون به اصطلاح هرمنیوتیکی استفاده بکنیم که ما معمولاً میگیم کریتیکال ریالیسم، واقع گرایی انتقادی. و ما واقع گرایی میتونیم داشته باشیم، یعنی اینکه ما میدونیم که به یک سری پیش‌فرض‌ها داریم، میدونیم که یک سری دیدگاه‌ها داریم و به موضوع مطالعه خودمون نزدیک میشیم با آگاهی به اون پیش‌فرض‌ها و اجازه میدیم که واقعیت‌ها در واقع روی اون دیدگاه‌ها و پیش‌فرض‌های ما اثر بگذارن. یعنی هر چقدر که یک دانشمند، هر چقدر که یک به هر حال فیلسوف به اصطلاح آگاه‌تر باشه به اون مفروضات فلسفیش، به اون به اصطلاح جهان بینیش و حاضر باشه اجازه بده که واقعیت روی او اثر بذاره، واقعیت مفروضات او رو به نقد بکشه. دقت می‌کنید اون وقت ما با یک نوع واقع گرایی انتقادی در واقع یک تعاملی هست بین اون مفروضات فلسفی و واقعیتی که شخص داره بررسی میکنه. یک تعاملی هست بین این دوتا و هر محققی در زمینه تاریخ در واقع هر متدولوژی که داره، این متدولوژیش خواه ناخواه تحت تاثیر مفروضات فلسفیش هست. هر چقدر هم که ادعا کنه این متدولوژیش عینی هست، به هر حال تاثیرگذاری داره روی، یعنی اون چیزی که باورهاش هست در مطالعات تاریخی. پس ما نمیتونیم از یک ابجکتیویته خام دفاع کنیم و در این عالم یه مقدار بحث شناخت شناسی هم اینجا هست، نه اپیستمولوژی و متدولوژی.
بله دقیقاً. پس نه من نمیخوام بگم که پس هیچ گونه ما این علم یا این مطالعات به هیچ جایی نمیتونه برسه. نه امروز هم واقعیت این هست که مطالعات عهد جدیدی، تحقیقات عهد جدیدی به نتایج خوبی رسیده، ولی این نتایج بلا منازع نیستن. یعنی اینطوری نیست که هیچ کسی رو شما نمیتونی پیدا کنی، هیچ دانشمندی رو نمیتونی پیدا کنی که اونها رو زیر سوال برده باشه. دقت میکنید؟ چون به هر حال واقعیت اینه که ما به شدت تحت تأثیر اون پیش‌فرض‌ها هستیم، هر چقدر هم که بخوایم یه جوری بر اونها غلبه پیدا بکنیم. و برمی‌داد بعد از دوره روشنگری هم مشخصاً یک شک‌گرایی افراطی و زیر سوال بردن سنت مطرح شده. سنت حالا در همه قلمروها، مخصوصا در مورد کلیسا، که هر چه که کلیسا میگه زیر سوال هست و این شک‌گرایی نه به خاطر اتفاقاً تحقیقات تاریخی، بلکه یک پیش‌فرض فلسفی است که هر آنچه که از گذشته میاد و از کلیسا میاد حتما غلطه. این دقیقاً این اتفاقاً نکته بعدی من بود که بله در مورد مخصوصاً حالا موضوعی که ما باهاش در واقع سر و کار داریم و به طور کلی همونطوری که شما خیلی خوب گفتید، مدرنیته کلاً یک طغیان نسبت به سنت هست. کلاً یک جور تلاش برای پاره کردن به هر حال این زنجیرهایی که سنت بر دست و پای اندیشه بشر گذاشته بود و این همش هم اشتباه نیست. یعنی باید توجه داشته باشیم که این که ما اجازه ندیم که سنت به ما زور بگه و کاملا تحمیل کنه به خودش رو به ما، این یک چیز مثبتیه که در مدرنیته اتفاق افتاد. پس ما نمیخوایم کاملا این رو به عنوان یک چیز نگاتیو بهش نگاه کنیم. واقعیت اینه که انسان مدرن یه جورایی تونست خودش رو از یک سری چیزایی که واقعا شاید چیزای خرافی بود آزاد بکنه. پس اینا مثبته، ولی خب همیشه این واکنش‌ها میتونه به یک به اصطلاح نقطه افراطی کشیده بشه. یعنی نقد سنت تبدیل به سنت ستیزی شد به یک معنا. بله دقیقاً. یعنی هر چه که از سنت باشه انگار که مظنون است و مشکوک است مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی خب این ما معمولا اینطوری برخورد نمی‌کنیم، میگیم بابا تو دادگاه شخص بیگناهه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اگر ما یک شهادت تاریخی داریم که داره راجع به یک موضوعی داره صحبت میکنه، ما باید شهادت خودش اصلا به لحاظ معرفت شناختی خودش یک داده مهمی هست. ما شهادت رو در کنار مثلا حافظه، در کنار مثلا فرض بکنید پنجحس، اینها به عنوان یکی از کانال‌های مهم معرفت تلقی میکنیم. وقتی یکی میگه آقا یعنی شهادت در حقیقت اینه که یه نفر داره ادعا میکنه که من مثلا اینو دیدم، نه مخصوصا وقتی شاهد عینی باشه. پس ما شهادت رو باید بپذیریم مگر اینکه خلافش ثابت بشه، مگر اینکه دلایلی داشته باشیم تو دادگاه میان میگن نه خیر این شهادت شما درست نیست، شما دلیل داریم، از عکس شما رو داریم که مثلا فرض بکنید در فلان جا بودی شما در اون موقعیت و محال است که شما میتونستی تو اینجا باشی و چنین چیزی رو ببینی. پس یه دلیلی پیدا شده است که شهادت رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه. ولی شهادت به خودی خود ما نمیتونیم بگیم، طرف میگه بابا من دیدم بله به چشم خودم دیدم که فلانی با هفتیر مثلا زد فلان کسک را کشت یا این سنگو پرتاب کرد و خودم دیدم که این شخص بود که این سنگو پرتاب کرد و به این شیشه خورد. خب این دیگه شما نمیتونید بگید خب اینو ثابت کن. چی رو ثابت کنم؟ من دیدم. من خود این حرف خودش چیه؟ خودش دلیله. شما نمیتونی بگی دلیل بیار برای اینکه دیدی که این مثلا سنگو فلانی پرتاب کرد. اونی که میخواد رد کنه این رو رد کنه باید دلیل پیدا کنه. بیاد بگه به این دلیل بگرده. تو این فیلم ها میبینیم مثلا میگردن بالاخره پیدا میکنن یک دلیلی برای اینکه این شخص نمیتونستی دیده باشه، یا مثلا نزدیک بینه یا هوا چه میدونم تاریک بوده یا اختلال روانی داره. این یه دلیلی باید در رد شما پیدا کنی. اگر نتونستی پیدا کنی شهادت او خودش دلیله. دقت میکنی؟ حالا این در مورد
رشته‌ای هم که ما داریم در واقع راجع بهش صحبت میکنیم صدق میکنه. اگر ما یک شهادتی داریم از یک کسی در یک برهه‌ای از تاریخ در موقعیت زمانی و مکانی که معقوله، یعنی نزدیک به اون جاست، دقیقاً این شخص اونجا بوده در اون زمان و در اون مکان بوده و داره شهادتی میده راجع به یک موضوعی، ما نمیتونیم همینطوری چیکار کنیم؟ ما نمیتونیم همینطوری بگیم نه چون که این یکی از مثلا میگم پدران کلیسا بوده پس شهادت این زیر سوال. اصلا ما اعتنای کافی به شهادت این شخص یا اون به اصطلاح داده تاریخی که مربوط به اون میشه نکنیم. ولی متاسفانه چیزی که شما گفتید، برگردیم به اصل اون صحبتی که داشتیم میکردیم، اینه که این طغیانی که در مدرنیته بر ضد کلیسا و به خاطر اشتباهاتی که کلیسا کرده بود البته و باید این رو بپذیریم ایجاد شد و این رویکرد خیلی منفی، دقت میکنید، یک جور در واقع طغیان بود، درسته؟ این در یک جاهایی به افراط رفته و باعث شده که ما بله این رویکرد اشتباه رو داشته باشیم که انگار هر چی که از کلیسا هست و مربوط به کلیسا هست و مربوط به دیانت مسیحی هست ما باید این رو مظنون و مشکوک بشماریم، مگر اینکه اونها چیکار کنن؟ بخوان ثابت کنن. این مسئولیت اقامه دلیل یا اقامه در واقع برهان رو، اثبات موضوع رو ما میندازیم گردن اون کسی که میخواد شهادت بده، در صورتی که مسئولیت با اونایی که شهادت او رو در واقع میخوان زیر سوال ببرن. دقت میکنیم میخوام بگن چنین چیزی نبوده است این حرفی که این آقا میزنه. پس این خودش به نظر من یک موضوع مهمی است و خب البته خود مسئله مربوط بودن تمام این رشته زندگی مسیح به خدا و معجزات و همه اینها خودش باعث یک رویکرد بسیار منفی شده که به همین دلیل، حالا بخوام جمع بندی بکنم، این هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به اصطلاح قلمرو مطالعات اکادمیک درباره اناجیل و درباره عیسی، ما اجماع اونطوری نمیبینیم. ما یک طیفی رو داریم که در یک طرف طیف، در یک نقطه افراد طیف میتونیم بگیم که محققین یا دانشمندان لیبرال بسیار شکاک و رادیکالی وجود دارن که خب دیدگاه‌های بسیار شکاکانه نسبت به اناجیل، نسبت به امکان شناخت عیسی، نسبت به اینکه ما واقعا چقدر درباره عیسی میتونیم اظهار نظر بکنیم یا داده‌های تاریخی داشته باشیم. بله یه عده‌ای هستن که تو اون سر این طیف قرار میگیرن، کسایی مثلا بارت ارمان که شاید توی همین صحبت‌هایی که توی این 2-3 ماه گذشتم توی رسانه‌های جمعی بوده، بله مثلا بارت ارمان یکی از اونها هست که یکی از رادیکال ترین و شکاک ترین افراد هست تو این زمینه، یا ژان دومینیک کروسان که باز یکی از به اصطلاح محققین بسیار شکاک هست، یا گروهی که معمولاً تحت عنوان جیزس سمینار، بله سمینار عیسی شناخته میشن. اینها خب خیلی خیلی شکاک هستن، رادیکال هستن و هرمنوتیک سوءظن رو در مورد اینو میشه به کار برد. بله فرم بسیار بسیار شدیدش رو، در حقیقت فرم بسیار شدیدش رو، و اینها هم اتفاقا کسایی هستن که چون به اصطلاح شنونده دارند در دنیای سکیولار امروز، در دنیایی که کلا نسبت به مسیحیت یک جوری رویکرد منفی داره. دقت میکنه برای واقعیت این است که ما در غرب داریم صحبت میکنیم، در دنیای سکیولار غرب خب اینا خیلی شنونده و طرفدار پیدا میکنن، خیلی به شدت ضد مسیح و ضد دین است. بله به شدت اینها دیدگاه‌های شکاک در این بازار متاعشون خریدار داره، متاعشون بسیار خریدار داره، کتاباشون نمیدونم پرفروشترین نیویورک تایمز بست سلر، و میخوام بگم که این هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه درباره این افراد، یعنی به هیچ وجه این به اصطلاح مثل سلیبریتی، در واقع بعضی از اینا سلیبریتی در واقع هستن و خیلی هم همونطور که گفتم توی رسانه‌های جمعی هستن،
این به هیچ وجه علامت در واقع درستی یا به اصطلاح محکم بودن استدلالات اینها نیست و اتفاقا بایستی بگم که اکثریت محققین و دانشمندان این رشته که به اصطلاح با این شکاکیت به موضوع، یعنی نتایجشون این چنین شکاکانه نیست، خیلی اعتنایی هم به این افراد واقعیتشون که ندارن و صحبت‌های اونها بسیار جدی گرفته نمیشه. اگر شما در محافل جدی آکادمیک نگاه کنید، در بالاترین جاها، غیر از خب بعضی جاها هستن که معروفن به اینکه بسیار لیبرال و بسیار شکاک هستن، ولی در اکثریت جاها خیلی به این دیدگاه‌های این افراد به اصطلاح اعتنا و حسابی براشون باز نمی کنن. ولی در کل پس خیلی خوبه که اینو بدونیم که تو قلمرویی نیستیم که ما بتونیم یک اجماع عام خیلی کاملی داشته باشیم. البته چون که تحقیقات بسیار زیادی تو این قسمت ها داره انجام میشه، ما به یک سری نتایجی که اکثریت دانشمندان در مورد اونا تقریبا میتونن توافق داشته باشن، میتونیم به تعدادی از اونها اشاره بکنیم. اینطوری هم نیست که پس هیچ توافقی وجود نداره، ولی بله شما از این ور طیف شکاکانه ترین نتایج دارید، از اون ورم یک کسایی رو ممکنه داشته باشید توی همین انجیلیون یا افراد کانسرواتیوی که اصلا اعتقاد ندارن به این که ما اصلا باید راجع به اناجیل دست به یک چنین مطالعاتی اصلا بزنیم. اصلا اونها به هیچ وجه حاضر نیستن نه ورود کنن به این قلمروها و نه اصلا گوش شنوا دارن به این که چه نتایجی در این مورد داریم. پس این طیف هست، ولی ما سعی میکنیم که به هر حال تو اون وسط در واقع قرار بگیریم و بتونیم به یک نتایج که به هر حال قابل قبول هست دست پیدا کنیم. برمی‌دارم میتونید چند نفر از محققین برجسته مطالعات کتاب‌مقدسی رو مثلا انجیل پژوهان رو نام ببرید که در محافل آکادمیک خیلی جا افتاده هستن، مورد پذیرش هستن، در مورد آثارشون نظرات خیلی جدی هست، یعنی جدی گرفته میشن نظراتشون. میتونید چند تا از این محققین رو که در محافل آکادمیک شناخته شدن اسم ببرید؟ البته تعدادشون کم نیستش، زیاد هست، ولی من بعضی از اونها رو حالا برای امروز من بعضی از این کتابا رو آوردم. یکی از این افرادی که مثلا بسیار بسیار شخص برجسته‌ای هست، مارتین هنگل، استاد سالها، ایشون البته فوت کرد چند سال پیش، ایشون سالها استاد کرسی مطالعات عهد جدید در دانشگاه توبینگن آلمان بود و اصلا به ایشون به اصطلاح لقب و برچسب کانسرواتیو بودن و از این حرفا اصلا بهش به اصطلاح نمیچسبه. ایشون به عنوان معمولا در مطالعات عهد جدیدی بهش میگن The King of New Testament Studies، یعنی سلطان بلا منازع مطالعات عهد جدیدی ایشون رو قلمداد میکنن. و در مورد ایشون صحبت خواهید کرد بیشتر، نه جلوتر. حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی به خیلی از صحبت‌هایی که من خواهم کرد به صحبت‌های ایشون در واقع استناد میکنم، یعنی از صحبت‌های ایشون. خب مارتین هنگل یکی از این اشخاص هست که نوشته‌های بسیار زیادی درباره اناجیل داره. این کتاب خودش The Four Gospels and the One Gospel of Jesus Christ، این مفصل راجع به موضوعاتی که الان ما میخوایم راجع بهش صحبت کنیم ایشون صحبت میکنه. یکی از افراد بسیار برجسته است. کتاب دیگری که الان من با خودم اینجا دارم، سایمون گادرکول، ایشون پروفسور عهد جدید در دانشگاه کمبریج هستن این الان و نوشته های بسیار زیادی داره مثلا و در حالا من در جلسات بعد باز آثار دیگه ایشون رو خواهم آورد. مثلا این آقای سایمون گادرکول این کتابش رو در مقایسه در واقع اناجیل چهارگانه با اناجیل اپوکریفایی ایشون نوشته و به امید خدا ما برسیم به اناجیل اپوکریفایی، چون اینم یکی از اون موضوعات هست. حتما امروز نه ولی در جلسات آینده به اناجیل دیگری که غیر از 4 انجیل به اصطلاح وجود داشته خواهیم پرداخت. این کتاب اخیراً چاپ شده و
اونها رو با همدیگه داره مقایسه میکنه و به نتایج بسیار جالبی درباره این اناجیل آپوکریفایی اینجا در واقع دست پیدا میکنه. بس حقانیت تاریخی اناجیل چهارگانه دفاع میکنه نه؟ بله ایشون کاملا به اصالت و ارزش تاریخی بالای اناجیل باور داره. باز یه نفر دیگه، من این کتابا رو میگم با خودم آوردم به خاطر اینکه امروز تو صحبتامون هست، یه شخص دیگه به اسم مایکل ای برد. ایشون هم یک محقق بسیار بسیار برجسته‌ای هست در زمینه‌های مختلف. کتاب داره، این کتابش The Gospel of the Lord How the Early Church Wrote the Story of Jesus. پس این تماماً درباره همین نگارش اناجیل و اینکه این اناجیل چطوری نوشته شدن. ایشون در استرالیا در یکی از دانشکده‌های بسیار برجسته عهد به اصطلاح الهیات تدریس میکنه، مایکل برد. بس و خیلی های دیگه هستن، خیلی های دیگه، کسای دیگه ای که من میتونم مثلا نام ببرم، کتابشون اینجا با من نیست. مثلا تام رایت یکی از این افراد هست که آثارش بسیار بسیار طرفدار داره و بسیار خوانده میشه و اعتبار داره. جیمز دان که اصلا بهش باز میگم برچسب اینکه ایشون مثلا کانسرواتیو جیمز باند، نظریات شاید چیزم داره، نظریاتی که من شاید باش اصلا موافقم نباشم، ولی در مورد اناجیل و ارزش تاریخی اناجیل و کلا درباره عیسی و میزان معرفتی که ما میتونیم نسبت به عیسی داشته باشیم خیلی خیلی معتقد هست که ما میتونیم شناخت خیلی بالایی پیدا بکنیم. و کسای دیگه ای هستن. ریچارد باکام چطور؟ بله ریچارد باکام خیلی ممنون. باکام که اصلا یکی از برجسته ترین، شاید ریچارد باکامو میشه یک کسی در واقع هم تراز یا در ردیف مثلا مارتین هنگل یا تام رایت در حقیقت ایشون رو گذاشت. سالها استاد دانشگاه کمبریج بوده، استاد دانشگاه سن اندروز بوده، الانم در کمبریج هست و کتاب‌های بسیاری درباره به اصطلاح ارزش تاریخی اناجیل داره و حتما شاید به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. خب خیلی ممنون بعد مرداد برای این توضیحاتی که فرمودید در ارتباط با موضوعات اصلی در طول مطالعات انجیل. من فکر کنم الان خوبه به موضوع اناجیل بپردازیم و خصوصا در مورد نویسندگان اناجیل کمی صحبت کنیم. یه مثال میخوام خدمتتون بیارم. شما اگه بخواید برای مثال زندگی شخصی رو، برای مثال مصدق رو بررسی کنید، خب طبیعتاً میرید به یک کتابخونه و میبینید 2 تا کتاب اونجا هست. یک کتاب به قلم کسی است که از همرزمان مصدق بوده، سالا باهاش زندگی کرده، مصدق از نزدیک میشناسه، و یک کتابی که اصلا نویسنده نداره، معلوم نیست نویسندش کیه، اسمی روش نیست، فقط در مورد مصدقه، مثلا معلوم نیست که این شخص کیه، اصلا کی نوشته‌اش، عنوانی نداره. خب طبیعتا شما اون کتاب رو انتخاب میکنید که نویسنده‌اش مشخصه و شناخته شده است. حالا بریم سراغ اناجیل. یک در این بحثایی که این اواخر مطرح شده بود در مورد اناجیل، یک فرضیه مطرح شد تحت این عنوان که اناجیلی که اناجیل چهارگانه هستن ما امروز استفاده میکنیم، این ادعا مطرح شد که اصلا اینها نویسنده‌ای نداشتند و دهه‌ها بدون که عنوانی روی این اناجیل باشه، این اناجیل همینطور میچرخیدن در بین کلیساها و بعدها این عناوین به اونها اطلاق شد، به اونها داده شد. اولا چقدر این ادعا درست از نظر تاریخی و در مطالعات آکادمیکی که مربوط به عهد جدید هست و در دفاع از این موضوع که واقعا نویسندگان اصلی اناجیل همین اسامی هستن که به اونها اطلاق شده، چه مطالبی رو میشه گفت از نظر تحقیقات تاریخی؟ بله حتما. بله موضوع خیلی خوبی رو مطرح کردید. این نظریه یا فرضیه به اصطلاح بینام بودن اناجیل، اینکه این عناوینی که ما امروز داریم، متی و مرقس و لوقا و یوحنا، اینها در ابتدا نبوده، جزو اون نسخه به اصطلاح اولیه یا نسخه‌های اولیه نیستش، بلکه سالها بعد، بعضیا حتی میگن 100 سال، حدود 100 سال بعد بوده که این به اصطلاح عناوین اضافه شده به این اناجیل. این نظر، این فرضیه اتفاقا خیلی هم رواج داره و خیلی ها
شاید اطلاع زیادی ندارن درباره اینکه واقعا داده های تاریخی، مطالعات تاریخی درباره اناجیل در این مورد چه چیزی رو به ما میگه. این نظریه به طور کلی ریشه در یک به اصطلاح رویکردی به اناجیل داره که مربوط به 2-3 دهه اول قرن 20 میشه، به اسم به اصطلاح روش نقادی فرم یا فرم کریتیسیزم. نقادی فرم که یک تعدادی از محققین آلمانی در واقع ابداع کننده اون بودند و اینها شروع کردن روی به اصطلاح فرم‌های این به اصطلاح مطالب اناجیل رو آمدن تقسیم بندی کردن و فرم‌های مختلفی رو که این به اصطلاح مطالب در اون فرم‌ها توی اناجیل آورده شده اند مورد بررسی قرار دادن که حالا نمیخوام وارد اونها بشم، ولی اینها اعتقاد داشتند که اناجیل ادبیات فولکلوریک هست، ادبیات در واقع داستان‌هایی هست که مثل فولکلور این داستان‌ها به وسیله افراد نامعلوم و ناشناس برای دهه‌های متمادی همینطور به اصطلاح میگشته و بعد افراد به هر حال ناشناسی اینها رو نوشتند و سالها بعد اون وقت به اینها عناوینی داده شده است. آقای بولتمان از بنیانگذاران بله، بولتمان یکی از اونها هست، مارتین دیبلیوس هست و یکی 2-3 نفر دیگه که توی این رشته خیلی تحقیق کردن و تو نیمه اول قرن 20 این دیدگاه خیلی رواج داشت. امروز فرم کریتیسیزم یا نقادی فرم به شدت مورد انتقاد واقع شده و خود این روش اصلا دیگه از اون اعتبارش افتاده. ولی این اعتقاد که اناجیل بنابراین اگر میتونیم مثل فولکلور به اونها نگاه کنیم، خب فولکلور قصه های فولکلوریک نویسنده نداره، اینا همینطور بینام در واقع بدون اینکه به اصطلاح نویسنده یا گوینده اونها مشخص باشه اینها بین مردم میچرخه. پس این اعتقاد کماکان باقی مونده و یه عده‌ای کماکان همین اعتقاد رو در واقع دارن که بله، پس عناوینی که امروز ما بر روی اناجیل داریم اینها عناوینی هست که بعدها به اصطلاح اناجیل اضافه شده. یعنی کلیسا اون رو اضافه کرد. بله کلیسا اضافه کرد یا بالاخره کاتبانی در یک مرحله‌ای، در یک برهه‌ای از زمان بعد از حدود مثلا 100 سال یا چندین دهه بالاخره وقتی که این اناجیل با همدیگه جمع شدن، مثلا 4 تا انجیل رو با همدیگه اومدن به صورت یک کتابچه، به صورت کودکس اینا رو جمع کردن، بالاخره باید یه جوری بین اینها بایستی تمیز قائل می شدن برای اینکه اشاره بکنن به اونها. اون موقع بود که گفتن خب باید اینا یه اسمی داشته باشه، اگر بخوایم مثلا به یکی از اونها اشاره کنیم چی بگیم؟ خلاصه هر کسی یک اسمی چیکار کرد اسمی بر اونها گذاشت. پس مدت‌ها بعد از نوشته شدن این اناجیل این اسامی داده شدن. به عنوان مثال خوبه که ما یک مثالی رو از محققین امروزی هم اینجا بیاریم. اسم بارترمان رو چند بار آوردیم چون ایشون میگم الان سلبریتی است و خیلی به خاطر دیدگاه‌های بسیار رادیکالی که داره خیلی بهش اشاره میشه. من بعد نمیدونم از ایشون اتفاقا استفاده بکنم. بارترمان این نظریه بینام بودن در واقع عناوین اناجیل رو در چند تا در واقع عنصر در واقع خلاصه میکنه. اول از همه همین که ایشون معتقد هست، استدلال میکنه که هر 4 انجیل توسط اشخاص نامعلوم و برخلاف بیشتر زندگی نامه هایی که ما داریم، زندگی نامه های دوران باستان همشون بیشترشون عنوانشون نویسندهشون مشخصه، یعنی نویسنده اسم خودش رو اون ابتدا به عنوان به صورت عنوان قرار میده، ولی ایشون معتقد است که به واسطه اشخاص نامعلوم نوشته شده و بینام هم بوده، هیچ نام و عنوانی هم در واقع این اناجیل نداشتند. و همونطور که گفتیم نکته دوم، برای دهه‌های متمادی بدون نام نویسنده در میان مسیحیان در گردش بوده و خوانده می شده.
تنها بعد از سالیان دراز وقتی همه شاگردان مسیح دیگه درگذشته بودن و به خاک سپرده شده بودن، عناوین اناجیل رو به اونها افزودند و علت افزودن این عناوین به اناجیل هم این بوده که اینها میخواستن با نسبت دادن این اناجیل به شاگردان مسیح، به رسولان مسیح، به اونها نوعی اعتبار و مرجعیت ببخشن. این چیزی که بارت ارمان در یکی از کتابهایش صحبت میکنه ازش. به عبارت دیگه هدف از این کار یه جور فریب در واقع میتونیم بگیم. اون کسایی که این کار کردن میخواستن که در واقع مردمی رو که این اناجیل رو میخونن یه جوری فریب بدن، این دچار این فریب بشن که فکر کنن، تصور کنن که نویسندگان این اناجیل شاگردان مسیح بودن، حالان که اینطور نبوده. و بارت ارمان تا اونجایی پیش میره که نسبت دادن این اناجیل به نویسندگان سنتی رو نوعی عمل جعل در واقع معتقد است که این یک نوع عمل جعل هست، جعل کردن در واقع اسناد تاریخی هست که این عمل جعل مذموم هست، چه در میان مسیحیان و چه در میان غیر مسیحیان. و نتیجه آخری هم که به هر حال از همه اینها ایشون میگیره این است که پس اناجیل به هیچ وجه به وسیله کسانی که شاهدین عینی وقایع بوده باشند نوشته نشده است، بلکه ایشون اصلا اناجیل رو حلقه آخر در یک زنجیره طولانی از نویسندگانی میدونه که طی یک قرن این به اصطلاح این داستان زندگی مسیح رو به اصطلاح یا به شکل مکتوب یا به شکل به هر حال شفاهی نقل می‌کردن و بالاخره اون آخر این زنجیره بالاخره این اناجیل ما قرار دارن که بالاخره با این عناوین هم بعدها بهشون چی میشه؟ بعدها بهشون داده میشه. پس این به طور خلاصه در حقیقت یک نمونه‌ای هست از نحوه تفکر بعضی‌ها در مورد این بینام بودن اناجیل چهارگانی که ما بهش اعتقاد داریم. خب واقعیت اینه که این نظریه با مشکلات جدی متعددی روبرو هست، مشکلات خیلی جدی وجود داره که من میخوام چند تا از این مشکلات بسیار جدی رو که این نظریه بینام بودن اناجیل داره با همدیگه بهش بپردازیم. اولین و شاید یکی از مهمترین مشکلات این نظریه این هست که ببینید ما نسخه های قدیمی بسیار زیادی از اناجیل رو در اختیار داریم. 4000 نسخه، حدود 4 تا 5000 نسخه قدیمی از اناجیل و به یونانی موجود هست. به یونانی بله. به یونانی ما حدود 4-5 هزار نسخه داریم. همین تعداد هم حدود 4-5 هزار نسخه در واقع ترجمه داریم، ترجمه هایی که از همون سالیان اول شروع کردن به زبانهای آراماییک و لاتین و ارمنی و ترجمه کردن. پس 5000 حدود 5000 نسخه یونانی داریم، نسخه قدیمی، و 5000 هم در واقع ترجمه داریم. در میان همه این نسخه ها حتی یک نسخه هم پیدا نشده که فاقد عنوان باشه. یعنی از تمام این نسخه ها حدود 10,000 نسخه قدیمی یونانی و ترجمه حتی یک دونه نسخه نداریم، به دست ما نرسیده که این 4 عنوان در اونها وجود یعنی فرض کنید متن متی رو داره، عیناً متن متاست ولی نویسنده اونجا ذکر نشده، چنین نسخه اصلا وجود نداره. اصلا از در میان تمام این نسخه هایی که به دست اومده چنین نسخه‌ای پیدا نشده. ما نسخه بینام البته ممکنه تیکایی مثلا از انجیل متی وجود داشته باشه که اون قسمت اولش اصلا نباشه، یعنی فرض بکنید باب اولش مثلا از بین رفته باشه، ولی تمام نسخه هایی که به هر حال ما باب اول این اناجیل رو داریم
یعنی اونجایی که به هر حال این عنوان باید بیاد، بله. همشون بدون حتی یک دونه استثنا دارای این عناوین هستن. پس این یک مسئله تاریخی بسیار بسیار مهمی هست که ما باید بهش توجه زیادی بکنیم. اتفاقا خود این آقای گدرکول، سایمون گدرکول که استاد دانشگاه کمبریج هست، یک مقاله مفصلی داره در یکی از ژورنال های آلمانی که راجع به این موضوع مفصل شواهد و مدارک همه اینا رو ارائه میکنه و ما اتفاقا این جدولی رو هم که شامل تمام این قدیمی ترین این نسخه ها تو این جدول عزیزان نشون خواهند داد این رو که توی این جدول در واقع قدیمی ترین نسخه هایی که ما از 4 انجیل داریم با عنوانی که اونجا هست، با سالی که این نسخه پیدا شده تو این جدول وجود داره. و شما اگر نگاه بکنید به این جدول میبینید که تو این جدول تو تمام اونها این عنوانها موجود هست، حتی یکی از اونها هم بدون عنوان نیست. و نکته جالب دیگر که به همین اندازه مهمه که هیچ گونه تفاوتی هم بین اون عنوانها نیست. یعنی حالا این رو هم باز بهش خواهیم رسید، هیچ جایی شما نمیبینید که مثلا انجیل متی به لوقا نسبت داده شده باشه، انجیل لوقا به مرقس نسبت داده شده باشه. حتی یک مورد شما ندارید. یعنی ما اگر نگاه بکنیم به فاکت ها، واقعیت های تاریخی موجود، hard evidence در انگلیسی بهش میگن، یعنی نظریه پردازی و حدس و گمان و از این حرفا رو بذاریم کنار، ببینیم که واقعیت های موجود، یعنی تو موزه ها، توی محافل دانشگاهی، نسخه هایی که وجود دارن هم میدونن راجع به این نسخه هم هیچ بحثی نیست. یعنی اینکه شما مثلا فکر کنید الان مثلا راجع به خود این نسخه ها مثلا ممکنه اختلاف نظر باشه یا بعضی نسخه ها هست که مثلا بعضیا اونها رو قبول دارن، بعضی نه، اصلا همچین چیزی نیست. در مورد که مشخص از قدمت تاریخی هم که روش کربن 14 و این روش، نه اینا راجع به اینا اصلا بحثی نیست. بحث سر اینه که وقتی نگاه میکنیم به این نسخه ها میبینیم که همه اونها دارای این عناوین هستن. حالا موضوع مهم اینه که ببینید ما در علم نسخه نقد نسخ، یک علمی هست که حالا شاید بعداً ما تو جلسه بعدی به این علمم رجوع کنیم، تکستوال کریتیسیزم، که میاد به اصطلاح نسخه های عهد جدید یا نسخه های حتی ادبیات دیگر رو، نسخه های چه میدونم مربوط به آثار افلاطون و یا چیزهای دیگه، نه علمی است، علم نسخه شناسی که روی عهد جدید اتفاقا بسیار در این مورد بیش از هر اثر دیگری کار شده. این علم نسخه شناسی خب خیلی قوانین و خیلی پیشرفت کرده و یک علم جا افتاده‌ای هست، یک علم جدیدی نیست، یک علم جا افتاده‌ای هست. مطابق با این علم ما 2 تا در واقع قانون داریم برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم که یک کلمه‌ای، یک جمله‌ای در یک متن قدیمی، حالا بگیم در یک انجیل، این برمیگرده به اون نسخه اولیه، برمیگرده، یعنی اصالت داره و به احتمال بالا، ما نمیتونیم با قطع و یقین راجع به هیچ کدوم از اینا صحبت کنیم، ولی بالاخره دانشمندان این رشته این 2 تا قانون یا این 2 تا به اصطلاح ملاک رو استفاده میکنن. یکی مرغوب بودن یه نسخه هست. یک نسخه اگر مرغوب بودن هم یعنی که وقتی شما اون به اصطلاح اون چی میگن، اون نسخه هایی رو که تو اون به اصطلاح زنجیره هستند نگاه میکنید، میبینید که این نسخه ها تغییر و تفاوت و اینا بسیار کم دارن، یعنی اشتباه توشون کم هست. دوم قدمت نسخه هست. هر چقدر یک نسخه قدیمی تر باشه، مثلا ما یه نسخه رو پیدا میکنیم قرن 3 میلادی هست، خیلی نزدیک به زمان در واقع مسیح هست، تا یک نسخه‌ای که مربوط به قرن مثلا فرض کن 7 یا 8 میلادی هست، و مسلمه نسخه‌ای که مربوط به قرن 3، نسخه‌ای که مربوط به حتی قرن 2 میلادی هست. ما حتی بعضی نسخه ها هم داریم که حتی تا اونجا هم میره. پس دو تا نکته داریم. یکی مرغوبیت نسخه هست
دوم قدمت نسخه است. بله. اگر یک متنی، اگر یک کلمه ای، اگر یک جمله ای در نسخه های مرغوب و در قدیمی ترین نسخه ها وجود داشته باشه، این نشانه این است که این به اصطلاح اصالت داره و برمیگرده به اون نسخه اولیه، برمیگرده به اون نسخه‌ای که نویسنده در واقع چیه؟ نویسنده این رو نوشته خودش. حالا جالب اینجاست که در مورد این عنوانهای اناجیل، همین انجیل به روایت لوقا، انجیل به روایت مرقس، این وقتی میگیم عنوان منظورمون اینه، انجیل به روایت فلان، که گفتم تو همه نسخه هست. حالا جالب اینجاست که نه فقط در همه نسخه های قدیمی این عنوان وجود داره، عنوان ها بدون تفاوت، حتی یک مورد استثنا بدون تفاوت، و در همه نسخه های مرغوب هم این عناوین وجود داره، نه فقط در اینا وجود داره بلکه در همه نسخه های موجود اساسا. یعنی شما فکر بکنید در همه نسخه های موجود این عناوین وجود داره. یعنی 5000 تا نسخه یونانی و 5000 تا ترجمه های قدیم. یعنی یک دونه نسخه شما ندارید، یک دونه نسخه شما ندارید که بدون عنوان بوده باشه. این خودش به نظر من و به نظر آقای گدرکول و به نظر مارتین هنگل و کسانی که تخصصشون این چیزها هست، این یک دلیل بسیار بسیار یک مدرک بسیار مهم تاریخی هست، یک مشکل بزرگ تاریخی برای این نظریه هست که میگه چی؟ نظریه ارمان در تضاد مستقیم با داده های نقادی نسخ قرار داره، نسخه‌ای که واقعا در موردشون ما تردیدی نداریم که بله تو همشون این وجود داره. یعنی ما خب باید نگاه کنیم ببینیم شما، یعنی ما چرا در مورد متن اناجیل مطابق با اون ملاک‌ها عمل میکنیم، ولی بعد در مورد به اصطلاح این عنوان چرا نباید همون چیزو به کار بریم؟ همه نسخه های ما چی هن؟ همه نسخه های ما این عناوین رو دارن. این عناوین رو دارن. پس این یک موضوع بسیار بسیار مهمی هست، شاید مهمترین موضوع. یعنی این نظریه پایه و اساس در مدارک تاریخی نداره. یک دلیلی باید یه مورد بالاخره ما باید داشته باشیم دیگه. تازه حالا اگر یکی دو مورد هم پیدا می‌کردیم باز خب ببینیم که بیشترشون چی هن؟ اکثریت قاطعشون دارن. حالا اصلا یه دونه هم پیدا نکردیم. یعنی کاملا این موضوع هماهنگ هست و همسان هست. این یک مشکل بزرگ. مشکل بزرگ دیگری که وجود داره این است که کلن خود این نظریه یک نظریه بسیار بسیار باور نکردنی و نامحتمل و خلاف عقله. این مسئله بینام بودن اینا. حالا من چند تا توضیح میدم چرا باور نکردنی و خلاف عقل هست. ببینید، این که کتابی که در دهه‌های متمادی، ببینید این که یک کتابی در دهه‌های متمادی حدود 100 سال درسته، در یک منطقه بسیار پهناوری به بزرگی امپراتوری روم حدود 100 سال بینام از دست کاتبی به کاتب دیگه رونوشت برداری شده باشه و این نسخه هایی که ما داریم از جاهای مختلف دنیاست. یعنی از مصر گرفته تا شمال فرانسه، از بین النهرین گرفته تا فلسطین، وسط جغرافی و شمال آفریقا، جهان مدیترانه اون روزگار، تمام این منطقه ما این نسخه ها رو داریم. و اصلا چرا یک نسخه بردار باید خود زحمت میداد، مدت و وقت بگذاره یک نسخه بینام رو نسخه برداری کنه اگر فکر میکرد که اصلا معلوم نیست نویسندش کیه؟ به هر حال این که یک نسخه بینامی یک نسخه بینامی شما فکر کنید به وسیله کپی بردارها کپی بشه توی همچین منطقه وسیعی و برای مدت حدود یک قرن در دهه‌های متفاوت و بعد در یه برهه‌ای از زمان تصمیم بگیرن بعضی از این نسخه بردارها، بلکه از این کاتبا، یکی در فرانسه است
یکی در چه میدونم فلسطینه، یکی دیگه در چه میدونم جای دیگه هست، تو تمام دنیا پخشن. اینا دیگه تصمیم بگیرن که حالا روی این 4 تا روی این کتابایی که بینام بوده تا حالا اسم بگذارن. با اون وقت چی بشه؟ همزمان همشون اسم همه بذارن. اینها در یک زمانی که نه اینترنتی وجود داره، نه چه میدونم وسایل واتساپی وجود داره، نه اداره پستی وجود داره، اینا همشون دقیقاً لوقا رو به لوقا نسبت بدن، متی رو به متی نسبت بدن، یوحنا رو به یوحنا نسبت بدن و اونم نه فقط در مورد یک کتاب این کارو بکنن، بلکه در مورد 4 تا کتاب، 4 تا کتاب مختلف بخوان چیکار کنن؟ بخوان این کار رو انجام بدن به طوری که کوچکترین اثری از تفاوت و اختلاف به اصطلاح نظر ما توی تمام نسخه هایی که تا حالا داریم از یه همچین چیزی وجود نداشته باشه. بالاخره اگر یه همچین چیزی بعد از این همه سال در یه همچین گستره جغرافیایی شروع شده بود و نسخه های بینامی حالا نامگذاری شده باشن، ما باید بالاخره نمونه هایی از اسامی مختلف رو باید چیکار میکردیم؟ بایستی پیدا میکردیم، یا لااقل نمونه هایی از نسخه های بینام حداقل یه موردش رو پیدا میکردیم. یعنی نسخه شناسی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. اصلا به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. یعنی کاملا این خلاف عقل هست. باز یه دلیل دیگه از خلاف عقل بودنش این که حالا فرض بکنیم این 100 سال، خب 100 سال، حدود 100 سال این نسخه ها بدون نام دارن ازشون استفاده میشن، میچرخن تو کلیساهای مختلف این نسخه ها رو دارن. خب چطوری به اینا اشاره میکردن؟ یعنی وقتی که ما میدونیم که سالها، یعنی وقتی که اینا توی کودکس با هم دیگه 4 تا جمع شدن خیلی بد هست. خب اینا در طول مدتی که بالاخره دارن چیز میشن، دارن استفاده میشن، توی جلسات پرستشی استفاده میشن، تو جاهای مختلف استفاده میشن، تو کتابخونه ها گذاشته میشن، افراد خودشون اینا رو دارن. خب چجوری به این نسخه ها اشاره میشه؟ یعنی بالاخره شما یک کتابی که اصلا اسم نداره، درسته؟ شما چی میخواید بگی راجبش؟ میخواید بهش اشاره کنی، میخوای یه قسمتی رو ازش نقل کنی، میخوای یه تیکش رو توی پرستش بخونی، میخوای دقت میکنی چیه؟ از این نظر هم اصلا قابل باور نیست. یک چیز خیلی خیلی برای من سوالی داشتم، اگر موقعش هست به این سوال پاسخ بدید، میتونید بعدا پاسخ بدید. در آثار پدران کلیسا، نویسندگان اولیه مسیحی، چه اشاراتی مشخصاً به این 4 انجیل هست با ذکر مشخص نام نویسندگان؟ میتونید از این شواهد تاریخی مربوط به نویسندگان اولیه مسیحی؟ بله میرسیم بهش. برسیم تو سوال بعدی. اگر اجازه بدید من هنوز راجع به خود این صحبت دارم. وقتی که به دلایل و شواهد خارجی رسیدیم بهش اشاره میکنم که ما چه شواهدی در اون جا داریم. فعلا به خود همین من میخوام الان فعلا ما، چون سوالتون درباره در واقع بینام بودن اناجیل هست، این خیلی خیلی موضوع مهمیه. چون اگر ما بپذیریم که این عنوانها اتفاقا مربوط به همون نسخه اول هستن، پس اینجا ما میدونیم که نویسنده های این اناجیل کی هستن. این خیلی مسئله مهمه. چون ادعا میشه که ما نمیدونیم. این اون مثالی که شما زدید، ما اصلا نمیدونیم اینا درباره عیسی 4 تا کتاب هست بینامه، اصلا نمیدونیم که نویسنده اینا کی هست. خب قدم به قدم بریم جلو. اول از همه این بینام بودن چیه؟ این بینام بودن به همه این دلایل غیر قابل باور هست. و به علاوه همونطوری که گفتم، یه اشاره کردم، چرا همیشه همون انجیل خاص به همون نویسنده خاص نسبت داده شده؟ چطور میشه حتی یک مورد هم پیدا نشده که انجیل لوقا به مرقس نسبت داده شده باشه؟ دقت میکنید؟ این خودش باز یکی دیگه از شواهدی هست که اصلا با این نظریه نمیخونه. وقتی که ما راجبش فکر میکنیم یک اثر بینام، یک اثری که واقعا بینام هست، ما چه در میان آثار مسیحی و چه در میان آثار غیر مسیحی هم بوده، ولی در میان آثار مسیحی نمونه واضحش ما کتاب عبرانیان رو داریم. اوکی؟
رساله نامه به عبرانیان یک کتابیه که بنا به اتفاق نظر همه محققین این کتاب بدون نام بوده. بله. عنوان نویسنده چیه؟ نداشته. پس یه نمونه ما داریم از یک اثر بینا. خب واقعیت اینه که اگر شما نگاه کنید به آثار به دست اومده درباره عبرانیان، شما میبینید که اولا تعداد بسیاری نسخه ها، بیشتر نسخه ها همون بینام هست، فقط میگه چی؟ به عبرانیان. بله. به عبرانیان. خب ولی در میان اینها نسخه هایی هم پیدا شده که نسبت داده شده به تیموتائوس. یعنی کاتبی در یک موقعیتی خیلی هم طبیعیه، درسته، فکر کرده که این اثر بینام رو به یک کسی نسبت بدیم. نسخه هایی هست که به تیموتائوس نسبت داده شده، نسخه های دیگری وجود داره که به پولس نسبت داده شده، درسته؟ همین رساله عبرانیان. همین رساله به عبرانیان. خب یعنی شما کاملا اینو میتونید بفهمید، یعنی که وقتی یک نسخه واقعا بینام هست این اتفاق میفته. به خاطر اینکه خب طبیعیه این نسخه بردارها چطوری میتونن همه با هم از همدیگه اطلاع پیدا کنن و بتونن چیکار کنن و بتونن دقیقاً همه رو به همون شخص نسبت بدن بدون اینکه یک مورد اختلاف وجود داشته باشه. نه نسخه بینامی به دست اومده و نه تفاوت در عناوین به دست اومده، حتی یک مورد. و نکته آخر که میخوام باز در رد این نظریه بهش اشاره کنم و این هم جالب هست، ببینید ارمان و کسایی که به این نظریه باور دارن میگن که این عنوانها برای چی داده شده به این نسخه های بینام؟ برای اینکه یک اعتبار و مرجعیتی به اونها داده بشه. تو نوشته هاشون میگن اینو اومدن به رسولان مسیح نسبت دادن، درسته، برای اینکه اعتباری بهشون داده بشه. خب سوال بسیار ساده‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که ما 4 تا انجیل داریم، درسته، که 2 تاش اصلا به رسولان و شاگردان نسبت داده نشده. شما فکر کنید اگر یک کاتبی، اگر یک رهبر کلیسایی در یک قرن بعد از فوت رسولان مثلا میخواست نسبت بده این اناجیل رو به کسانی که به اونا با نسبت دادنش به اون بخواد اعتبار و مرجعیت ببخشه، چرا باید اینو بیاد به مرقس نسبت بده یا لوقا؟ یا چرا باید اینو به لوقا نسبت بده؟ مرقسی که اصلا چیه؟ نه جزو رسولانه و نه اصلا مسیح رو هیچ وقت دیده، نه اصلا با مسیح ارتباطی داشته. لوقایی که اصلا نه مسیح رو دیده، نه شاگرد مسیح بوده، نه اصلا با یعنی خیلی چیه. حتی این موضوع هم کاملا یک چیز کاملا غیر عقلانی و در که خلاف اناجیل کاذب ما انجیل پتروس رو داریم. یعنی اون عزیزی که خواسته پتروس رو انجیلش رو به خورد مردم بده، انجیل پتروس رو گذاشته سر. شما حالا ما وقتی که راجع به اناجیل آپوکریفایی صحبت کنیم، همه اناجیل آپوکریفایی بدون استثناء به شاگردان مسیح نسبت داده شده. به شاگردان مسیح نسبت. شما یک دونه از اونها رو پیدا نمی‌کنید که به یه آدمی که اصلا بی ربط مثلا مرقس رو شما بیاد به مرقس نسبت بده یا به برنابا مثلا. اناجیل آپوکریفایی، حالا راجع به انجیل برنابا هم صحبت می‌کنیم. اون که اصلا مربوط به مربوط به قرن 15 بله. پس میخوام بگم که با توجه به همه دلایل بالا بایستی بگیم که بینام بودن اولیه اناجیل یک نظریه بسیار بسیار خلاف عقل هست و همینطور مبنای تاریخی درستی نداره و این عناوین باید یعنی به وسیله خود نویسنده در واقع گذاشته شده باشه توی این اناجیل، یا قبل از اینکه این اناجیل بخواد دست به دست گشته باشه یا کپی برداری شده باشه. یعنی تو همون چند سال اولیه ممکنه حالا اون کلیسایی که مثلا فرض کن مرقس باهاشون در تماس بوده مثلا، خب او رو میشناختن، میدونستن کی هست،
یا حتی بخوایم فرض بکنیم که برای چند سال این بدون عنوان بوده باشه چون که نویسنده شناخته شده بوده، احتیاج نبوده که مشخص بشه که این چی هست. البته دلیلی نداریم، ما هیچ دلیلی بر این نداریم که خود مرقس این رو اونجا نگذاشته باشه، ولی میگم به هر حال یا کسانی این رو گذاشتن که قطعا میدونستن که یعنی با مرقس آشنا بودن، قطعا مرقس رو میشناختن، تو اون سالهای اولیه این کار اتفاق افتاده باشه، وگرنه اگر بعد از کپی برداری و بعد از به گردش افتادن این اناجیل توی یه همچین منطقه بزرگی این اتفاق افتاده باشه، اصلا این که ما هیچ نسخه ای از یک انجیل بینام یا انجیل هایی که اسامی مختلف به اونها داده شده باشه نداریم، مطابق این نظریه قابل توجیه نیستش. قابل توجیه نیستش و این یه دلیل به نظر من بسیار قوی هست. اگر این رو بپذیریم، در حقیقت دیدگاه سنتی درباره اناجیل، حالا بیشتر این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، دیدگاه سنتی درباره اناجیل که همین 4 نفر واقعا این اناجیل رو نوشتن، واقعا متی، مرقس، لوقا و یوحنا این رو نوشتن، بسیار قوت پیدا میکنه و ما باید دلایل کافی داشته باشیم برای اینکه دلایل بسیار قوی داشته باشیم که بخوایم این به اصطلاح دیدگاه که همه قبول داشتن برای مدت 18-19 قرن هیچ گونه بحثی نبوده راجع به اینکه اینها واقعا نویسندگان اناجیل هستن، ما بخوایم این رو زیر سوال ببریم. بله. دوستان عزیز، خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. برای دنبال کردن قسمت‌های بعدی این پادکست ها میتونید در کانال یوتیوب پارس مشترک بشوید و همچنین در شبکه اجتماعی ما رو دنبال بکنید. تا فرصت بعدی شما رو به دستان خداوند مهربان میسپارم.